میدونستی در حل مسئله‌ای که با کمک معادلت بعضی وقتا بچه‌ها دچار مشکل میشن؟ پس اگر تو هم همین اشکال رو داری با من همراه باش. سوال میگه هنگام تولد حسین پدرش 34 ساله بود. اگر حالا مجموع سن آنها 62 سال باشد، سن حسین چقدر است؟ ببین باید دقت کنی که به عنوان مجهول چی رو در نظر بگیری. سن حسین اینجا ایکسه. سن پدر حسین رو خودش گفته 34 سال بیشتر از ایکس دیگه، درسته؟ بیشتر از سن حسینه. قسمت سوم مسئله گفته مجموع سن اونا برابر 62. یعنی من سن حسین رو با سن پدرش جمع کنم برابر 62. ببین تبدیل به معادله شد. خب حالا ایکس هم با هم جمع میکنم میشه 2x. 34 رو هم باید ببرم سمت معلوم ها پیش 62. چون میره سمت 62 پس اون طرف مساوی باید بره، علامتش عوض میشه، مثبت 34 تبدیل میشه به منفی 34. 2x مساوی 62 منهای 34 برابر میشه با 28. حالا وقتشه که بگم اونی که معلومه بپره بره تو صورت، ضریب x بیاد توی مخرج. 28 دوم برابر 14 و به همین راحتی سن حسین رو به دست آوردی. تازه میتونی سن پدر حسین رو هم حساب کنی. وقتی که حسین 14 ساله است، پدرش 34 سال ازش بزرگتره. سن پدر حسین برابر با 48 میشه. به همین سادگی.